بمبی به نام کورتون. دوست گل من، بذار کورتون اینجوری بگم. ببین یه دسته از مواد شیمیاییه خب که میاد سیستم دفاعی بدن رو شدیداً ضعیف میکنه و صرفاً محبوبیتش به خاطر سریع نتیجه گرفتن افراده. یعنی توی بازه خیلی کم، خیلی فوری و سریع افراد نتیجه میبینن ازش. معمولاً به خاطر بیماری خودیمه مثل آسم و آلرژی و اگزما و پسوریزیس استفاده میشه. ولی من نوشتم عوارضی که خودم از نزدیک دیدم، تلفنی صحبت کردم با دوستان که به تبعات مصرف کورتون توی سالهای آینده درگیر چیا شدن. من با خیلی از دوستان که صحبت کردم که درگیر ویتیلایگو یا پی سی هم بودن، درگیر آکنه، کبودی و یا حتی پوکی استخوان رفته سمت روماتیسم متاسفانه، و در کنارش مشکلات کبدی که فت و فراوونه، و در کنارش چیزی که تو هم بهتون میگم افزایش وزن شدیده. شاید کورتون مصرف کردید و میگید هیچ کدومشو من ندارم، ولی بهتون قول میدم اگر مصرف بیش از حدش رو ادامه بدید، خدایی نکرده یه دونش به وجود میاد میتونه به تبعات زنجیره‌وار موارد دیگه به وجود بیاد. پس به جای اینکه بدون حوصله و صبر بخواید برید سراغ مواد شیمیایی که زود یه درد یه چیزی از بین بره، صبور باشید. یه چیز خوب که قرار ایجاد بشه زمان میبره، نمیشه یک شب و یک هفته ای. یه مشکل خود ایمنی که از درون نشأت میگیره، قطعاً هفته ها و ماه ها نیاز روش کار بکنید، مواد غذاییتون رو تنظیم بکنید، داروهای گیاهی که مصرف میکنید تو حواستون باشه منظم مصرف بکنید. پس لطفاً خود سر نرید سمت کورتون و اگر قرار مصرف بکنید حتما با پزشکتون مشورت بشه. مرسی.